پیامبر میگه اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم لنسائهم. ببینید این بین ما در اینجا اگر 10 نفر یا بیشتر باشیم، پیامبر میگه میدونین ایمانی کدامت از همه در ایمانی کامله؟ گفتن آن کسی که اخلاقی خوب دارد. اخلاقت خوب باشد، دادرز رفتارت خوب باشد. ببین وقتی که تو سیرتی خوب داری، حضرت میگه تو را ایمانت کامله. بعد در دامش چی میگه؟ بهترین مردهای امتی من، بهترین مردهای امتی من کیان؟ آن کسی که با خانمش معامله خوب داره. نمیگه کسی که 10 بار حج کرد، نمیگه کسی که هر روز 2 پاره قرآن خونده. میگه بهترین مردای امت ما اون کسی که با زنش مناسبت خوب داره. همین زن قطعی میگه مناسبت خوب کن. این خیرکم بهترین شما، خوبترین شما. برای در قرآن چند جا داده در حدیثات میگه لا تضربوا ایما الله. ما حدیثات داریم از پیغمبر ما، یا اینکه مثال فانهن عوانون. ببینید با چه چیزهایی مثال پیامبر نام گرفتگی، یکی ایما الله آمده، یکی عوان آمده. مثل که اینها میگه اینها همچون یک کنیزکای شما هست، یا همچون یک اسیر در دست شما هست. اسیره باید با اسیر چه معامله کنی؟ وقتی در جنگ بدر ابوالعزیز این برادر عمار بود. وقتی میگه در جنگ بدر از طرف مشرکا در دست پیغمبر اسیر افتاد، خودش ابوالعزیز قصه میکنه که در سیرت در کتاب میگه که پیامبر میگه دیدم که خودش خرما میخورد و ما را نان میداد. خودش اسیرهایی که برای کشتنش آمدگی اسیرها را نان میداد. میگه وقتی ابوالعزیز میگه نان ای دستم غلطید، میگه حضرت خودش خم شد، میگه نان گرفت با در دستم داد که بخور. گفت این قوم میگه شرمنده شدم که من یک نفری که بیام برای قتل پیامبر این خم میشان نان میگه در دست میتا بگی بخور. با اسیر ببین که حضرت چی معامله میکرد. همون جنگای بدر دم اسیرها را همه را گفت همین 10 نفر خط نویسان را یاد بتین، جواب برین دیگه اینجا شما در کار نیستید. معامله را ببینید. یعنی اینها را هم عوان خواند پیامبر، گفت اسیرند در دستان، با اسیرها معامله خوب کنید. برای همین دادرای عزیز و گرامی، من ای سخن خودم چیزی نگفتم، فقط گفتم